درود با عاشقان سلسله ویدیوهای ما با نام وطن دیگر. ساعت 10 شب خیابان مرکزی شهر دوشنبه و کسی در نواختن برادر ما شاید مشکل اقتصادی نمیده، ولی من اینجا رمانتیک دیدم، زیبایی دیدم، محبت دیدم به این خاک و وطن و سرزمین که این برادر دیدم خیلی زیبا هنر خودشون به نمایش میگذارن برای رهگذرا در هوای زیبای بهار، نوروز و در خیابان مرکزی شهر. بیاید یک لحظه گوش میکنیم برادر همراه. دوستان یک چی بخشش قطع کردیم. چی نام داری؟ سلامت باشی. از حساب این چقدر زندگی پیش میره؟ میره داخل انشالله. این هنر از کجا آموختین نواختن؟ خودم. از خودتون؟ این اسباب از کجا میخرین؟ تیور میکنم. خودتون تیور میکنین. احساس میشد که بچه های اون سوی مردین دیگه؟ نه، احساس میشه که از اون طرف آموین در لهجهتون. دوشنبگی با فکر کنم بچه اون سوی آموین از افغانستان لهجهتون. در روز 100-200 میشه داخل انشالله؟ انشالله. ما یک ویدیو داریم برای بیننده هامون که میگن وطن دیگره، با همه پیشرویاش، با همه پرابلماش. وطن دیگره واقعا؟ نه، وطن خمون نامید، دوستان خمون بهترین، زیباترین نامیدی. با همین خاطر ما میگیم وطن دیگر است که یعنی وطن خوب است، زیبا است، عالی است. بله، عالی است. وطن خمون همیشه وقت عالی است. یا خیلی آدم میگه که وطن فروش نه که وطن فروش باید نشوند. وطن رو یا بودی پس میزنن نه که آدمو نمیفهمن. آدمو یا خیلی است که نگاه میکنن دلش میسوزد، جان نیست، هیچ نیست. خدا شکر وطن داره. وطن خمون ساعت 10 شب. 10 شب. خودت نیست هوا؟ نه. یک تا جگری بنواز تمام دیگه. یک دل میگه برو برو برو، یک دل میگه نرو نرو، یا همه از یادم اومد. برادرای عزیز، هر کجای دنیا هستین نوروزتان مبارک باشد. واقعا وطن دیگره.